نکته جدی که به نظر من بهش توجه کنیم و در نهایت انگار که این ریشه است و بقیه میتونن موضوعات دیگه باشن، اینه که وقتی هزینه‌های روانی تو سازمانمون بهش بی‌توجهیم، وقتی هزینه‌های جذب استخدام رو ما نسبت بهش بی‌توجه هستیم، وقتی که هزینه‌های دیگر رو ما نسبت بهش بی‌توجه هستیم، در نهایت باعث میشه که بهره‌وری سازمان من بیاد پایین. اگر من سازمان رو ایجاد کردم با عنوان یک بنگاه اقتصادی که یک طرفش من سعی بکنم هزینه بدم، از یک طرفش واسه من منفعت داشته باشه، هم هزینه هم به شدت رفته بالا، از یک طرف منافع من هم دچار مشکل شده و خدشه‌ای واسش ایجاد شده و تبعات زیادی واسه من ایجاد خواهد کرد. بیایید راجع به بهره‌وری هم با هم صحبت کنیم و هزینه‌های بهره‌وری. اولا جالبه که بدونید اگر من قبلا راجع به بحث غیبت از کار با شما صحبت کردم که خب 12 روز در سال بود و البته این غیبت‌های واقعی است، چون خیلی از غیبت‌های مستتره، فرد داخل سازمان هست ولی نیست، نشسته تو اتاقش، در اتاقش هم بسته، مثلا ساعت‌های متوالی داره کار موازی انجام میده، ساعت‌های متوالی نشسته داره تو فضای مجازی داره میچرخه، تا 3 برابر بیشتر از غیبت در کار. وقتی که داریم راجع به بهره‌وری پایین صحبت میکنیم واسه ما میتونه تبعات ایجاد بکنه. چطور؟ یه دونه مثال بزنم به شما. وقتی داریم راجع به بهره‌وری پایین صحبت میکنیم که از این مثال‌ها متعدد میشه صحبت کرد. جالب اینه که اگه شما فضای مجازی رو ببینید یا سرچ بفرمایید از این جنس مثال‌ها رو زیاد میبینید. اولا خیلی جالبه که بدونیم بر اساس تحقیقات وقتی یک کارمندی حواسش پرت میشه 23 دقیقه طول میکشه که تا برگرده به نقطه اصلی که وجود داشته. یعنی الان من نشستم پشت میزم دارم کار میکنم، اتفاقی افتاد، یه سری، یه صدا، یه چیزی، یه ارجاعی، یه تلفنی، یه ایمیلی، حتی نوتیفیکیشن سیستم من بازه، من تلگرامم بازه، یه پیامی اومد، یه واتساپی اومد، یه چیزی، یه تحلیل رو من دیدم، 23 دقیقه طول میکشه تا من برگردم به نقطه صفر. 23 دقیقه طول میکشه تا برگردم به نقطه صفر. و این خیلی جالبه که بر اساس مطالعه که مقالان دانشگاه کالیفرنیا انجام دادند چی شده؟ از هر 3 دقیقه و 5 ثانیه 1 بار کارشون وقفه ایجاد میشه. از هر 3 دقیقه و 25 ثانیه 1 بار کارشون وقفه ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی افراد 26 دقیقه که میخوان کار انجام بدن 3 دقیقه شو دارن کار انجام میدن، 23 دقیقه دوباره تمرکزشون به هم خورده، میخوان دوباره اون تمرکز برگردن به سر کار اصلیشون. و این تحقیق بر اساس یک تحقیق خیلی خیلی کوچولو نشون میده که ما توی 26 دقیقه بهترین حالتش اینه که 3 دقیقه زمان مفید واسه کار داریم و اگر بهش توجه نکنیم دچار آسیب خواهیم شد. چرا؟ مگه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ شما نگاه بفرمایید که ما اولا آدم‌هامون تحت تاثیر 2 عوامل قرار میگیرن که این عوامل باعث میشه کارایشون یا بهره‌وریشون بیاد پایین. یکی عوامل محیط بیرونی است. اصلا فعلا با سازمان کاری نداریم. من خارج از سازمان یک سری مسائل جدی دارم که قبل از اینکه اصلا بیام داخل سازمان و اثر انگشتامو ثبت کنم اینا داره بر من تأثیر میگذاره. یک سری مسائل اجتماعی است، مسائل خانوادگی است، فرد صبح با همسرش مشاجره کرده، یک سری مسائل اقتصادی است، مسائل سیاسی است، مسائل فرهنگی است، مسائل جسمی است. من بیماری دیسک کمر دارم، مثلا نمیتونم پشت میزم بشینم، اومدم نشستم ولی با حالت سختی نشستم. مسائل سیاسی بر من تاثیر گذاشته، اجاره خونم عقب افتاده، یه چک دارم که فردا نه پس فردا باید پاس بشه، ذهنم درگیر اون هست، اقتصاد خانواده من نمیچرخه، با تک شغلی این عدد واسه من مناسب نیستش، بنابراین اومدم نشستم اینجا، یا دارم تو عرصه دیجیتال دارم میچرخم، یا توی اینستاگرام یه پیجی دارم که دارم اونجا من فعال میکنم، یا دارم کار موازی انجام میدم با عنوان یک پیمانکار، یک شرکت دیگری یک کاری به من ارجاع داده دارم این کارا رو انجام میدم. بنابراین این عوامل محیط بیرونی کاملا باعث شده که منی که با عنوان یک آدم اومدم انگار که 90% هم گذاشتم پشت در با 10% اومدم داخل سازمان. حالا سازمان از این 10% که میخواد از من استفاده کنه شما نگاه بفرمید که چقدر عوامل مختلف میتونه مؤثر باشه که دوباره همین 10% من کاهش پیدا کنه. ساختار سازمانی من غلط هستش، تجهیزات ابزار کار در اختیار من نیست. خیلی زیاد میبینم ما فرد رو استخدام میکنیم، فرد اومده نشسته پشت میزش، اصلا میزی نیست،
تازه به فکر هستیم که واسش تجهیزات ابزار کار تهیه کنیم، کامپیوتر واسش تدارک ببینیم، بقیه ابزار رو 1 ماه ما به این آدم داریم حقوق میدیم ولی تجهیزات ابزار کار در اختیارش نیست. فضای کاری من مسموم هستش، استرس و فشار کاری داریم، دوباره کاری داریم، کارها غلط هستش، جلسات متعدد و اضافی واسش طراحی میکنیم، مدیریت ما غلط هست، تعارضات ما زیاد هست، فرد یک جای غلطی نشسته، ما حسابدار استخدام کردیم توی سالن نشسته داره کار مالی انجام میده، توی یک جایی نشسته که وسط تیمی که دارن هپی کال انجام میدن دارن کار حسابداری و مالی داره انجام میده، صداها خیلی زیاده و این آدم میخواد بشینه سند بزنه، کار مالی واقعا نیاز به یک تمرکز خیلی زیادی داره و اصلا همکاری استخدام کردیم که آدم اینا هیچ کدوم نیست، این کار نیست، تخصصی ندارد. ما میخوایم از یک آدمی یک تخصصی رو بگیریم که واقعا این کار نیست و شما نگاه بفهمید که اون 10% که تازه فرد به خودش آورد داخل سازمان، هر کدوم از اینها یه دونه سیلی به گوشش زدند و در نهایت یک بدن نحیفی از این آدم موند واسه کار کردن. ما از یک طرف هزینه‌های هنگفتی رو تحمیل میکنیم به سازمان که انجام بده، از یک طرف به عمد یا ناخواسته داریم کارهایی رو انجام میدیم که این آدم نتواند در مسیر انجام کار حرکت بکنه. نتیجه این که اگر من تو ابتدا عرض کردم به شما که گاهی اوقات تا 5 برابر حقوق فرد رو ما بهش میدیم، وقتی ما داریم تحقیق میکنیم و بررسی میکنیم این نتیجه تأثیر برانگیزی هست. در نهایت فقط 5% نیروها یا 5% فرد واسه ما کارایی داره. یعنی من که آدمی رو استخدام کردم که به جای 10 میلیون تومان به جای 20 میلیون تومان دارم بهش 100 میلیون تومان حقوق میدم، از این 100 میلیون تومان فقط 5% واسه من بهره وری داره. گاهی اوقات این جمله رو ما میشنویم دیگه که تو این بحث ناترازی انرژی توی مسیر هدر رفت انرژی ما داریم یه کارهایی رو انجام دادیم، یا خواسته یا ناخواسته، یا خود فرد یا ما 95% هدر رفت بهره وری ما تو سازمان داریم تجربه میکنیم و این واقعا عدد قابل دفاعی است، عدد انتزاعی نیست، عدد ماورایی نیست، عدد تصوری نیست. خیلی از سازمان‌ها که شما بررسی میکنید و وقتی ما وارد پایش میشیم و بررسی میکنیم میبینیم که بله میتواند این عدد 5% عدد کامل و واقعی باشه. بذارید یکم کمی‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم. من یکم میخوام واقعا اینجا دوز رو ببرم بالا. شما فرض بکنید که سازمان ها میان 176 ساعت در نظر میگیرن واسه این فرد که کارکرد ماهیانش باشه. این 176 از کجا میاد؟ میگن هفتگی 44 ساعت، 44 ضرب در 4 میشه 176. بعضی از سازمان ها میان 192 ساعت رو در نظر میگیرن، میگن 2 تا هم 8 ساعت بهش اضافه میکنیم برای اینکه ماه 4 هفته نیست، 4 هفته و 2 روزه میشه 192 ساعت. البته بعضی ها میان 220 ساعت رو در نظر میگیرن که تو نرخ اضافه کاری یه مقداری به ضرر همکار هست، ولی من فرض میکنم که 200 ساعت ما در نظر بگیریم. این یک همکار در ما 200 ساعت قرار کار بکنه. اگر اون حرفی که من تو اسلاید قبلی زدم که این آدم‌ها فقط 5% بهره وری داشته باشن به دلایل هدر رفت بهره وری، تو این 200 ساعت 5% که ما داشته باشیم، خیلی جالبه که بدونیم که این آدم به طور مفید برای من 10 ساعت در ماه داره کار میکنه. البته این عدد الزامی نیستش که به همه آدما صدق کنه. بله واقعا بعضی از آدم‌ها ما دیدیم که خیلی خوب و قوی دارن کار میکنن. من دارم تو حالتهای خاص با شما صحبت میکنم. از یه طرف شما دیدید که ما آدم‌هایی رو داریم که 3 برابر 4 برابر یا 5 برابر حقوق مستقیمشون سازمان در واسهشون هزینه تحمیل میکنه. یعنی اگر فرض بفهمیم که ما فرد رو داشته باشیم که 20 میلیون تومان من واسهش در نظر گرفتم و اون 5 برابر 100 میلیون تومان واسه من قیمت تمام شدهش هستش که راجع به این 100 میلیون تومان البته یه مقدار بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. 100 میلیون تقسیم بر 10 ساعتی 10 میلیون تومان واسه من قیمت تمام شده این آدم محسوب میشه. مگه میشه من اصلا در نهایت انقدر هزینه ثبت نمی کنم، انقدر چیزی من ندارم؟ وقتی من میام صورت‌های مالی رو بررسی میکنم اصلا هم چیزی من ندارم. 2 تا نکته رو حواسمون بهش نیست.
وقتی من دارم این عدد رو میگم و این عدد واسه من و واسه شما که دارید این رو میشنوید خیلی عجیب و غیر منتظره و غیر مترقبه تلقی میشه، دو تا دلیل داره. دلیل اولش به خاطر اینکه همونجوری که من عرض کردم خیلی از هزینه‌ها رو مثلا ثبتش نمی‌کنیم. هزینه‌های مهم و جدی هستش که من توی اون 100 تا سرفصل هزینه‌ای که داشتم حد اکثر هزینه‌های قانونی رو ثبت می‌کنم و حد اکثر بعضی از هزینه‌های رفاه انگیزشی رو من ثبت می‌کنم، میگم بله من پاداش دادم یا کارانه دادم. هزینه دیگه ثبت نشده، بله بنابراین انطباقی ندارد با سرفصل ترازنامه‌های مالی من، اصلا قابل تحلیل نیست. نکته دوم و نکته جدی که ازش غافلیم و نسبت بهش بی تفاوت هستیم، این 10 میلیون تومانی که من دارم راجبش با شما صحبت میکنم الزاماً از جنس هزینه‌های مستقیم نیست، از جنس هزینه غیر مستقیم هستش که میتونیم از جنس فرصت‌های از دست رفته تلقی بکنیمش. یعنی وقتی که این همکار من قرار بوده بشینه واسه من سرمایه‌ای تولید بکنه، واسه من یک خلاقیت ایجاد بکنه، یک کاری رو انجام بده و انجام نداده و من به خاطر اینکه سهم بازارم کم شده، به خاطر اینکه رقبا از من پیشی گرفتن، به خاطر اینکه موضوعات متعددی منو مبتلا به کرده، به خاطر اینکه من مجبور شدم رفتم تو دادگاه‌های مختلف خلاصه دفاعی از خودم دادم و بحث از این جنس، بله واقعا اینها هزینه‌های مستتری بوده که من نسبت بهش بی‌تفاوت بودم و فرصتی که از دست من رفته اینجا واقعا مستتر و دیده نمیشه. بنابراین من میتونم عرض بکنم در بهترین شرایط میتونه این عدد اگر مثلا فرض بفرماییم که 10 میلیون تومان باشه، 5 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان، یعنی خیلی کمش بکنیم کمتر از 5 میلیون تومان نمیتونه باشه. اون چیزی که مورد تأکید منه و مورد توجه شما حتما قرار بگیره اینی که اگر من نسبت به هزینه‌های بهره وری که میتونه یک طرفش هزینه‌های روانی سازمان باشه، هزینه‌های جذب استخدام سازمان من باشه، هزینه‌های استخدام نامناسب من باشه و هزینه‌های دیگه باشه، من بی توجه باشم، حتما اگر اینجا من اشاره میکنم که واقعا ما سهم بازار از دست میدیم و رقبای ما پیشی میگیرند از ما و در نهایت خدایی نکرده اون ورشکستگی اتفاق میفته، اینها موضوعات دوری برای من نخواهد بود و میتونه من رو مبتلا به بکنه و اگر 85% سازمان‌ها قبل از به 3 سالگی میرسند میمیرند و اگر من ابتدا عرض کردم که 70% هزینه‌های عملیاتی من میتونه از جنس هزینه‌های سرمایه انسانی باشه، میتونه باعث بشه که همه اینها با تبعات زیاد دیگری منو مبتلا به بکنه.